سه روش برای اینکه دکمه پاور گوشی کمتر استفاده بشه. 1. دابل تپ، قابلیتی که دوبار میزنید روی صفحه نمایش روشن و دوبار میزنید خاموش میشه. این مورد رو میتونید از توی تنظیمات فعال بکنید و ازش استفاده کنید. 2. ریس تو وک، تکون هم بده بیدار بشن. این قابلیت رو از توی تنظیمات فعال بکنید. برای گوشی‌هایی که دابل تپ ندارن حتما اینو داره. وقتی که گوشی دستتون تکون بخوره صفحه نمایش خود به خود روشن میشه و میتونید ازش استفاده کنید. 3. هی گوگل، این قابلیت رو میتونید از توی تنظیمات گوگلتون فعال بکنید. موقعی که میگید هی گوگل صفحه نمایش روشن میشه و میتونید ازش استفاده کنید. با این سه روشی که گفتم میتونید استفاده از دکمه پاور رو به حداقل برسونید، چون تعمیراتش سخت و گرونه. لایک این پایینم بزن. دمت گرم. تا یه ویدیو دیگه مخلص شما، عرفان ایلخانی. سه روش برای اینکه دکمه پاور گوشی کمتر استفاده بشه. 1. دابل تپ، قابلیتی که دوبار میزنید روی صفحه نمایش روشن و دوبار میزنید خاموش میشه. این مورد رو میتونید از توی تنظیمات فعال